آیا ایران مخفیانه بمب اتم ساخته؟ بهتره بپرسیم آیا میشه یک کشور بمب اتم بسازه و تست کنه ولی آمریکا و دنیا نفهمن؟ جواب علمی غیر ممکنه. چرا؟ چون زمین دروغ نمیگه. آمریکا و سازمان ملل صدها ایستگاه لرزه‌نگاری فوق حساس IMS در سراسر دنیا دارن. تست اتمی حتی زیر زمین لرزشی ایجاد میکنه که امضای متفاوتی با زلزله داره. زلزله موجش نرمه، انفجار اتمی موجش تیز و ناگهانیه. پس اولین تست لو رفتن در چند ثانیه. علاوه بر این، ماهواره‌های مادون قرمز آمریکا SBIRS 24 ساعته زمین رو اسکن میکنن. حتی گرمای ناشی از حفاری‌های مشکوک یا تغییرات دمایی عجیب در کوه‌ها رو میبینن. شما نمیتونین کوه رو سوراخ کنین و این چشم‌های فضایی نفهمن. مورد بعدی که باعث میشه بفهمن کشوری بمب اتم ساخته یا نه، بوی اتم در هواست. اگه دو مورد قبلی هم خطا کنن، هواپیمای WC-135 یا ققنوس وارد میشه. این هواپیما مثل جارو برقی هوا را میمکه و ذرات زنان و کریپتون را بو میکشه. این ذرات فقط و فقط از انفجار هسته‌ای آزاد میشن و هیچ جوره نمیشه جلوشون رو گرفت. خلاصه تست اتمی مثل جیغ زدن وسط کتابخونه است. شاید کسی نبینه کی جیغ زده، ولی همه صداشو میشنون. پس اگه تستی انجام شده بود، الان تیتر یک تمام اخبار دنیا بود. میخوای اسرار نظامی رو ببینی؟ پیکو برای فالو کن.